سلام، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. تو این ویدیو میخوایم روی عضلات پایین تنمون کار کنیم و پاهای خوش فرمی بسازیم و برای انجامشون فقط به کش مینی لوپ نیاز داریم. با این حرکت ها من دارم بدنم رو حسابی گرم میکنم. شما هم میتونید با انجام 20 تا 30 تکرار از هر حرکت بدنتون رو گرم کنید. وقتی که بدنتون گرم شد بریم که تمریناتمون رو انجام بدیم. یه ضربه آروم سمت راست و یه ضربه آروم سمت چپ و آروم میشینید. این حرکت به عضلات چهار سر رام و خارج رام فشار خوبی وارد میکنه. شما میتونید 3 تا 10 تا این حرکت رو انجام بدید. پاها رو بیشتر از عرض شونه باز میکنیم، باسنمون رو منقبض میکنیم و کامل میشینیم جوری که به زانوهاتون آسیبی وارد نشه و آروم و با تمرکز بزنید تا تمام عضلات باسنتون درگیر بشه و میتونید 3 تا 12 تا اسکوات رو انجام بدید. بالا تنتون رو ثابت نگه دارید و یه کوچولو به جلو خم کنید و پاهاتون رو آروم و با تمرکز به سمت پشت و بالا فشار بدید. این حرکت و قسمت‌های بالایی باسن فشار خیلی خوبی وارد میکنه که میتونید 4 تا 12 انجام بدید. پاهامون رو خیلی بیشتر از عرض شونه باز میکنیم و پاشنه هامون رو موازی با یکدیگه قرار میدیم و آروم میشینید. وقتی که میشینید چند ثانیه مکث کنید تا عضلات داخل رانتون حسابی درگیر بشه.